فیلم با شب طوفانی تو نیوجرسی شروع میشه. پلیس یه اتوبان رو زیر نظر داره تا یه خلافکار رو پیدا کنه. یه کامیون با سرعت بالا رو نگه میدارن و یه افسر میره طرف راننده زن تا گواهی نامش رو بگیره. زن چیزی نمیگه و افسر چون شک میکنه بهش میگه بیاد بیرون. تو همین موقع بقیه افسرا کامیون رو چک میکنن و خیلی تعجب میکنن که میبینه پشت کامیون پر از سگه. بعدش یه روانپزشک به اسم اویلین رو با عجله میاره کلانتری تا زن رو ببینن. اویلین میره تو سلول و میبینه زنه داره سیگار میکشه و روی ویلچره. پشت زن هم پر از زخمه. اویلین اسمشو میپرسه و زن برمیگرده و معلوم میشه که اصلا زن نیست، یه مرده که خودشو پنهون کرده. اسمش داگلاس مونروه. داگلاس به اویلین میگه سگای تو کامیون بچه‌های منن. اویلین قانعش میکنه که داستانشو تعریف کنه. فیلم یهو میره به زمان حال و صحنه‌های قبل رو نشون میده. معلوم میشه داگلاس توی خانواده مذهبی بزرگ شده که سگا رو واسه مبارزه تربیت میکردن. باباش که اسمش مایک بود خیلی سختگیر بوده، به همیشه سگا رو گرسنه نگه می‌داشته تا خشن‌تر بشن. کل خانواده داغون بودن چون مایک خیلی زود عصبانی می‌شده و هم داگلاس و هم مامانش رو میزله، مخصوصا اگه می‌خواستن به سگا غذا بدن. برعکس مایک از پسر بزرگش ریچه خوشش میومده. خیلی ظالمانه بوده چون داگلاس سگای باباش رو دوست داشته، همیشه باهاشون حرف میزده و یواشکی بهشون غذا میداده. یه روز داداشش داگلاس رو لو میده و به باباش میگه که داره به سگا غذا میرسونه. مایک سر میز شام با داگلاس دعوا میکنه و داگلاس هم میگه که سگا رو بیشتر از خانواده‌اش دوست داره. باباش عصبانی میشه و داگلاس رو میکشه بیرون خونه و میندازتش تو قفس سگا و در روش قفل میکنه. از اون روز به بعد داگلاس مجبور بوده تو قفس زندگی کنه، غذای سگ بخوره و حتی زمستون سرد رو هم اونجا بگذرونه. یه روز مامان داگلاس که باردار بوده براش چند تا کنسرو لازم میاره و بهش میگه که قایمشون کنه. بعد به داگلاس میگه که میخواد به خاطر بچه‌ای که تو راه داره فرار کنه. بعدش داگلاس ازش میپرسه موقع رفتن منو آزاد میکنی مامان؟ داگلاس تو زمان حال میگه که اصلا از مامانش به خاطر کاری که کرد ناراحت نیست. اویلین صبح برمیگرده خونه و با مامانش حرف میزنه. از مامانش میفهمه که شوهر سابقش که دیگه حق نداره بیاد دیدنشون یه جای نزدیکه و میخواد پسرشون رو ببینه، ولی اویلین اصلا اهمیت نمیده و مامانش ناراحت میشه. بعد فیلم میره به زمان حال و صحنه‌های قبل رو نشون میده. توی دانشکده متروکه یه پسر نوجوان به اسم یوان یه توله سگی که تو خیابون پیدا کرده بوده رو برای داگلاس میاره. این پسر از داگلاس میخواد که به مارتا صاحب یه خشکشویی تو محل که به داگلاس هم غذا میرسونه کمک کنه. معلوم میشه که یه گندبکی به اسم الوردو همش مارتا رو اذیت میکرده و پولاش رو میدزدیده. داگلاس خیلی عصبانی میشه و به پسر قول میده که خودش قضیه رو حل کنه. بعد خودشو شبیه زن میکنه و بیرون همون کلابه که گندبک ها میرفتن میشینه. یه سگو میفرسته تو کلاب که گوشیش تو دهنشه و سگ گوشی رو میذاره روی میز گندبک. داگلاس سگاش یاد داده که نقشه ساختمونا رو حفظ کنن. الوردوگو گوشی رو برمیداره و داگلاس از اون ور خط باش حرف میزنه. همزمان یه سگ دیگه میره تو کلاب و گاز میگیره بیضه‌های رئیس گندبک رو و باعث میشه داد بزنه. احتمالاً این سگ آناتومی خونده. بعد داگلاس به الوردو 2 تا انتخاب میده، یا اینکه دیگه مارتا رو اذیت نکنه یا اینکه یه بلایی سرش میاد که خوب نمیشه. الوردو مجبور میشه همون اولی رو انتخاب کنه. بعد حرفشون که تموم میشه سگ اولی گوشی رو برمیداره و فرار میکنه، اون یکی هم پشت سرش. برمیگردیم به زمان حال. اویلین میره خونه داگلاس رو ببینه که انگار شول سهمیه جنگ، چند تا جسد افتادن زمین و پر از گلوله است. پلیس داره اونجا رو بررسی میکنه و اویلین یه سری از وسایل داگلاس رو برمیداره. بعد برمیگرده کلانتری تا بیشتر در مورد داگلاس بفهمه تا بتونه دربارش تصمیم بگیره. بعد فیلم میره به یه فلشبک دیگه. تو این مدت که داگلاس تو قفس بوده یکی از سگا حامله میشه و چند تا توله سگ به دنیا میاره. این توله سگا به طور عجیبی به جای پنجه دستای آدما رو داشتن. داگلاس نمیخواسته که پدرش باهاشون بدرفتاری کنه و برای همین قایمشون کرد. ولی یه روز ریچی پیداشون میکنه و به باباش میگه. باباش هم با یه تفنگ بیرون میاد. داگلاس در قفس رو میبنده و شروع میکنه سر باباش داد زدن. سگا هم همزمان پارس میکنن. تو این دعوا مایک یه تیر میزنه که میخوره به پسرش و میفته زمین. گلوله به دست ریچی خورده بود و باعث شده بود یه انگشتشو از دست بده. گلوله هم بعدش میخوره به دیوار و میره تو نخای ریچی و باعث میشه که دیگه نتونه راه بره.
ریچی فهمید که اوضاع داره خرابتر میشه. باباشو فرستاد تو خونه و یه دستمال به داگلاس داد که زخمشو ببنده. داگلاس هم تشکر کرد و گفت مرسی ریچی، لطف کردی. بعدش با اینکه داگلاس به زور تکون می‌خورد، یه مجله برداشت و یه عکس از ماشین پلیس رو به سگش نشون داد. بعد انگشت قطع شده‌شو گذاشت توی کیسه کوچیک و داد به سگش. بهش گفت که بره و پلیس رو خبر کنه. سگ وفادار داگلاس یه ماشین پلیس پیدا کرد و کیسه رو روش انداخت. پلیسا وقتی انگشت خونی رو دیدن، سریع دست به کار شدن. رفتن تو خونه، مایک و ریچی بیره رو دستگیر کردن و یه آمبولانس برای داگلاس خبر کردن. ولی دکتر نتونست گلوله رو از تو نخاش در بیاره چون ممکن بود نخاعش آسیب ببینه. داگلاس میگه باباش رو 20 سال انداختن زندان، ولی 2 هفته بعد از دستگیری خودشو کشت. از طرف دیگه داداش داگلاس رو 12 سال زندان محکوم کردن، ولی بعد از 8 سال به خاطر رفتار خوبش آزاد شد. اولین میپرسه که دیگه مامانتو ندیدی؟ داگلاس جواب میده که نه، ولی میگه سگش بیرون زندان منتظر ریچی بوده و به محض اینکه آزاد شده دنبالش کرده. چند تا سگ دیگه هم به اول اضافه شدن و خلاص آخرش ریچی رو گیر انداختن و کشتنش. بعد اویلی میپرسه که قبلا با کسی دوست بودی؟ داگلاس هم براش از دختری به اسم سلما بیلی تعریف میکنه. فرستادنش به پرورشگاه. اونجا با سلما آشنا شد و همون موقع عاشقش شد. خیلی زود با هم صمیمی شدن چون هر دوشون کتاب خوندن رو دوست داشتن. سلما باعث شد که داگلاس به کتاب‌های شکسپیر علاقه‌مند بشه. اون همچنین داگلاس رو راضی کرد که تو نمایش به اسم اسمارت پلیس شرکت کنه. تو اون نمایش سلما به داگلاس یاد داد که چطور از لوازم آرایش استفاده کنه، ولی خوشبختانه تموم شد وقتی سلما مجبور شد برای اینکه بازیگر بشه پرورشگاه رو ترک کنه. از اون روز به بعد داگلاس شروع کرد که هر چیزی رو که راجع به موفقیت‌های سلما تو روزنامه میدید توی دفترچه بچسبونه. چند وقت بعد داگلاس مدرک لیسانسش رو تو رشته زیست‌شناسی گرفت و توی پناهگاه سگ مشغول به کار شد. یه روز رفت تئاتری که سلما بازی میکنه و بعد از نمایش پشت صحنه رفت سراغش. خیلی خوشحال شد که سلما شناختش و از دیدنش بعد از یه مدت طولانی خوشحال شد. بعد دفترچه رو به سلما نشون داد و بهش گفت که چطور سالهاست کاراش رو دنبال میکنه. این سلما رو ذوق‌زده کرد و از داگلاس با یه بوسه تشکر کرد. داگلاس دوباره امیدوار شد که شاید بتونه با سلما باشه، ولی قبل از اینکه بدون احساسش رو بهش بگه کارگردان نمایش وارد شد. متاسفانه سلما مرد رو به عنوان شوهرش و پدر بچه آیندهش معرفی کرد. این حرف سلما قلب داگلاس مرد سگی ما رو شکست، ولی داگلاس بهشون تبریک گفت و برگشت به پناهگاه سگی که توش کار میکرد. ولی از ویلچرش بلند شد و با داد زدن و زدن به قفس سگا و پارس کردن و زوزه کشیدن به سمت ما و ادرار کردن روی تیر برق ناراحتیشو حالی کرد. داگلاس که به خاطر سلما خورد تو ذوقش افتاد زمین و سگاش از قفس فرار کردن و رفتن دورش تا آروم بشه. چند روز بعد 2 آدم از طرف دولت اومدن پناهگاه سگ و یه خبر بد دادن. میخواستن پناهگاه رو تعطیل کنن چون پول ندارن. داگلاس بهشون گفت که پناهگاه با پول مردمه و فقط پولی که از شهرداری میگیره واسه ساختمونه. اما اونا راستشو گفتن که میخوان زمین رو به یه سازنده بفروشن که سود کنن. خلاصه داگلاس و سگاش مجبور شدن برن توی مدرسه متروکه زندگی کنن. چون باید پول در می آورد که به سگا غذا بده دنبال کار میگشت، ولی چون معلول بود حیرتش میکردن. یه روز رفت توی کلابی که دنبال ساقی میگشت. اونجا یه عده داشتن تمرین نمایش درگ کوئین، مردایی که لباس زنونه میپوشن میکردن. صاحب کلاب بهش گفت که دیگه کسی رو نمیخوان چون یه نفر دیگه رو استخدام کرده، ولی داگلاس گفت که خودش میتونه اجرا کنه. صاحب کلابم گفت که کسی دوست نداره یه آدم بیلچری رو ببینه. داگلاس بلند شد و گفت که میتونه واسه اجرا بلند بشه. صاحب کلابم دید جدیه و بهش یه فرصت داد. آخر هفته اون دخترای درگ کوئین داگلاس رو واسه اولین اجرا آماده کردن. قبل از اینکه بره رو صحنه از اونا قول گرفت که بعد از اجرا بگیرنش. بعد بردنش رو صحنه و قبل از اینکه پرده باز بشه برندش کردن. بعد داگلاس یه آهنگ فرانسوی قشنگ خوند و همه از صداش خیلی خوششون اومد. آخری کارم همه براش دست زدن و هو کشیدن. پرده بسته شد و دخترای درگ کوئین با ویلچر رفتن سراغش. از اون به بعد هر آخر هفته داگلاس تو کلوب اجرا میکرد. اولین که اینا رو شنید ازش پرسید که غیر از خوانندگی چی کار میکرده، چون با یه بار اجرا تو هفته نمیتونست خرجشو بده. داگلاس بهش گفت که سگاش خیلی خوب میفهمیدن چی میگه. بعد یه ماجرا تعریف کرد که چطور سگاش موقع آشپزی مواد لازم رو از کابینت براش میآوردن.
اون موقع فهمید که این استعداد باحال سگاش رو میتونه واسه کارهای دیگه هم استفاده کنه. بعدش به سگاش یاد داد که جواهرالات گران قیمت رو از خونه آدمای پولدار بدزدن. اولش همه چی خوب پیش میرفت تا اینکه یه روزی خانم پولدار به یه نفر به اسم آکرمن زنگ زد که میخواست واسه جواهرات دزدی شدهش بیمه بگیره. ولی آکرمن شک کرد که خانم داره کلاهبرداری میکنه و تصمیم گرفت اول قضیه رو بررسی کنه. دوربین مداربستی خونش رو چک کرد و با دقت نگاه کرد. باورش نمیشد که دید سگای یواشکی میان تو خونه و جواهرات رو برمیدارن و فرار میکنن. بعدش یادش اومد که چند تا مورد شبیه به این اتفاق افتاده. به فیلم دوربینای اونا رو هم چک کرد و دید که کار همون سگاست. توی فیلم آکرمن یه مرد ویلچری رو دید که سگا رو سوار کامیون میکرد. بعد بلاک کامیون رو چک کرد و مشخصات داگلاس رو پیدا کرد، حتی فهمید کجا کار میکنه. آکرمن رفت کلابی که داگلاس اجرا داشت و خودش رو پشت صحنه جا زد و وانمود کرد که طرفدارشه. آکرمن از داگلاس خواست که باهاش شام بخوره، ولی داگلاس قبول نکرد و گفت که باید برگرده خونه به بچه‌هاش رضا بده. همون شب آکرمن داگلاس رو تعقیب کرد تا خونه‌اش و با یه تفنگ رفت تو. داگلاس از تو مانیتور دوربین دیدش و سریع به سگاش گفت که خودشون رو واسه مهمون ناخوانده آماده کنن. بعد از یه مدت آکرمن درو شکوند و رفت تو اتاق داگلاس و تفنگ رو گرفت طرفش و داد زد که جواهرات دزدی رو بده. داگلاس الکی گفت باشه، ولی بعد سگاشو فرستاد که برن سراغ آکرمن. خلاصه اینجوری شد که بازرسه رو تیکی تیکی کردن و مرد. داگلاس تعریف می‌کرد که چطوری دستگیر شد. شب بعد از اینکه مارتا رو نجات داد، الوردوگو و گروهش رفتن خونه داگلاس. وقتی رسیدن، رئیس گندبکا یوان رو با تفنگ زد و بعد رفت سراغ اتاق داگلاس. داگلاس صدای تیراندازی رو شنید و سریع به سگاش گفت برن سر جایگاه جنگ و خودش هم یه تفنگ داغون برداشت. تونست از ویلچرش بلند شد و قبل از اینکه گندبکا در رو بشکنن از زیر راه مخفی و باریک رفت بیرون. افراد گندبک تو ساختمون پخش شدن و سگای باهوش داگلاس اونا رو کشوندن تو تله‌هایی که آماده کرده بود. یه نفر رفت توی چاله آب و برق گرفتش و یه نفر دیگه رو هم سگا راحت پاره کردن. دو تای دیگه هم توی چاله که روشو پوشونده بودن افتادن و یکی دیگه هم گیری تله افتاد که آویزون سقف موند. آخرش هم نفر ششم یه سگ رو دنبال کرد توی اتاق و داگلاس با یه تفنگ که توش تکیلا ریخته بود زدش. باحال‌ترین تله همین بود. خلاصه رئیس گندبکا ترسید و آدمای بیشتری با اسلحه‌های درست حسابی آورد. وقتی الوردوگو و افرادش آروم آروم تو راه رو حرکت می‌کردند، یهو داگلاس شروع کرد به تیراندازی و چند نفر رو کشت. ولی رئیس گندبکا هم زد و یه گلوله به داگلاس خورد. داگلاس که زخمی شده بود، سینه‌خیز برگشت تو اتاقش و نشست رو ویلچرش. چند لحظه بعد الوردوگو اومد تو و می‌خواست دوباره بزنه، ولی دید تیر نداره. داگلاس از این فرصت استفاده کرد و به سگاش دستور داد که رئیس گندبکا رو تیکی تیکی کنن. بعد از این اتفاق داگلاس و سگاش از اونجا فرار کردن و همون موقع بود که دستگیرش کردن. قبل از اینکه ببرنش کلانتری به سگاش گفت که از اونجا فرار کنن. برگردیم به زمان حال. اویلین به داگلاس میگه که دیگه حرفاش بسه و میره. یهو سگا شروع میکنن به زوزه کشیدن و داگلاس ذوق میکنه. بعد بیششو میزنه و لباس خوشگل میپوشه. سگاش زود میان تو کلانتری و یه پلیس رو میترسونن و بیهوشش میکنن. بعد یه سگ لاغر کلید رو از جیب پلیس برمیداره و یواشکی میذاره تو در سلول داگلاس. قهرمان ما از سلولش میاد بیرون و میره طرف یه کلیسا. زیر سایه یه صلیب میسته و به خدا میگه که آماده است. چند ثانیه بعد میافته زمین و میمیره. سگاش دورش جمع میشن و باهاش خداحافظی میکنن. اگه از این جور ویدیوها خوشتون میاد لایک کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بیشتری ببینیم. مرسی.